سلام دوستان، چطورید؟ این ادامه اون براتون معرفی اسکواد کردم دیگه براتون گذاشتم. یک توضیحاتی میخوام توی این بازی در مورد خودم بدم، اکانتم و چنلم و چند روز زدم و اینا. خلاصه ما میخوایم الان نگاه کنید، ما 3 روز این چنل رو زدیم. میخوای چیکار کنید؟ میخوای بری که برو. یه خلاصه ما برداشتیم از اولش. ما کلا 3 روز این چنل یوتیوب رو زدیم، 3 روز زدیم و واقعا روی اون پستی که اتچمنت هامو گذاشتم واقعا حمایت کردیم. واقعا ازتون ممنونم. 100 و خورده ای بازدید، واقعا ازتون ممنونم. اگر شما بتونین که لایک های این ویدیو رو به 500 تا برسونین، من به قید قرعه از کسایی که دنبالم میکنن، یعنی آقا دنبالم کنین و لایک کنین، به قید قرعه به کسایی که من دنبال میکنن 80 تا سیبی بدون یک نفر. اگر به کسایی که مثلا خیلی میگن آقا ما میتونیم آقا این هارد گیمینگ رو بزنیم، من میگن چشم بریم دوئل. اگر من تونستیم بزنین که چشم بهتون 80 سیپی رو میدم. اگر هم نتونستین که من آقا شما فقط یک حمایت از من بکنید، یک حمایت. من فقط یک حمایت از شما میخوام، یک حمایت رو از من بکنید و گرفتیم ازش. خب دیگه ما باشو میگفتم یک حمایت بکنیم، مثلا یا آقا ایزی مافیا بیا آقا دوئل، من دوئل باش میزنم بردم که شما فقط منو حمایت کنین. من نه پول میخوام نه سیپی نه هیچی. اگر شما بردین چشم 80 تا سیپیتون رو بهتون میدم. کاستوم های جایزه دار اون بحثش جداست. اون ما یک کانال داریم توی روبیکا که اون کانال توی روبیکا Engaging the enemies. Enemy down. Enemy eliminated. اون کانال توی روبیکایم دیگه، اون بحثش جداست. اون 1 سال خورده من اون کانال رو دارم. اون 1 سال خورده من کانال رو دارم. دیگه مثلا هفته به هفته 2 هفته یک بار من کاستوم برمیزم. مثلا میزنم توی کانال که آقا مثلا ما امشب کاستوم داریم، یا مثلا هفته پیشش میزنم، هفته پیشش که کاستوم تموم شده میزنم آقا ما این هفته وای الان چه وقته لیلو بود؟ وای خدای من داشتم میگفتم مثلا میگم شب قبل فردا شب ساعت 6 کاستوم داریم، ساعت 7 کاستوم داریم. آقا بیاین کاستوم مثلا ظرفی از دیگه باید رزرو کنم. مثلا دیگه توی پی وی خودم پیام بدین که آقا من کاستوم ساعت 6 آنلاینم توی توی کالا و من کدو میذارم توی کانال روبیکا. از اونجا میان دیگه توی کاستوم دیگه ظرفیتش هم پره. این هم کسی که ما رو وای بابا نگیر یعنی به خدا بازی رو بگن به نازم. شماره 2 کاور
اگر شما بتونید مثلا توی اون کانال بتونید فینال رو البته یکم اینجا بره بالا براتون میذارمش، اون کانال هم براتون میذارم، که آقا مثلا ما فلان، ولی الان ما داریم فعلا روی یوتیوب تمرکزمون رو کردیم. اگر شما بتونید ویدیوهای این رو Enemy down. Enemy eliminated. ویدیو رو بالای Reloading. Cover me. 110 تا 100 تا برسونین، من واقعا قول میدم بتونید دنبالم من بکنید، واقعا بهتون قول میدم 105 160 تا سی پی رو براتون بدم به قید قول به 3 نفر الا 2 نفر 160 تا سی پی میزنم و واقعا هم میزنم براتون. فقط شرطش این آقا یک دنبال کردن، یک کتنه مشترک شدن رو بزنید، به قید قول 160 تا سی پی رایگان بگیرید، خیلی کاری نداره. بازم شماره 2 کامل شماره 2 واقعا ازت عرض میخوام واقعا ازت. تازه حالا به قول خودتون فکر کنین و فلان و اینا، من آدم سرمشته بودم. The airdrop is coming. چون که من اومدم توی یوتیوب، چون اومدم و تغییر دادم سرمشته کردم. لذت ببرید و انشالله که حمایت کنید. من دارم میگم الان این ویدیو لایکاش این ویدیو این هم به چیزیه که از کیارمی که براتون گذاشتم دیدم چه فاصله وان شات کرد، واقعا اتچمنت میده. این همون Shut up. Two teams left, getting close to victory. Thanks. دیگه لایک های این ویدیو به 110 تا برسه، The airdrop is coming. به نفر اول دوم سوم 3 نفر 160 تا سوپی میدیم. The airdrop is به 200 تا برسه تا مشترکامون Airdrop has been delivered. تا هفته دیگه نه به 100 تا برسه تا یک ماه. تا این مگه تونستیم این لایک های ویدیو رو به 500 بکنیم، The airdrop is coming. 100 تا دنبال کننده ما بگیریم، یعنی حمایت کنین ما رو، ما به قید قرعه به 3 نفر یا 2 نفر ما 160 تا سی پی میدیم. Airdrop has been delivered. خلاصه دیگه خودتون ببینم چیکار کنید دیگه. خلاصه حمایت کنید دیگه. ما با هم یه خانواده ایم. انشالله که خانوادهمون بزرگتر بشه و بتونیم با هم به موفقیت های بزرگی برسیم. خلاصه
تازه اینو بگم اون کانال روبیکا هم براتون میذارم. یکم ما الان تمرکز دیگه یوتیوب، بعد اونم براتون میذارم. چنل روبیکا هم گروه روبیکا هم براتون میذارم. اونم 50-60 تا دنبال، اونم 50-60 نفر هستن اعضای گروه دیگه. اعضای گروه 50-60 نفر هستن دیگه. اونا کاستوم مثلا هفته داره، ولی الان دیگه گذاشتم کنار دیگه. روبیکا رو گذاشتم کنار رو فقط برای تمرکزمون روی یوتیوب هستش که اگر این کانالمونم به 100 تا 110 تا برسه ما